ما اون کتاب خرد جامعه ستیزان رو داریم. جامعه ستیز دیگه بدتر از اون حتی فوشه، سایکوپات، انسان هایی که هیچ میتونیم بگیم وجدان کاری ندارن، احساس عذاب وجدان ندارن، ولی دیدن بعضی صفت ها اینا یه جاهایی به درد میخوره. یه جاهایی هست که انسان ها توی بنبستایی گیر میکنن، هیچ راه حلی به ذهنشون نمیرسه، به ذهن شرور ولی خلاق اونا میرسه، یا اونا اقدامی میکنند که مسئله حل میشه. مثلا یکی از چیزهایی که توی خرد جامعه ستیزان هست اینه، یه چیزی ما هممون رو عذاب میده، نشخوار فکری. من به شما حرفی زدم تا ساعتها نگرانم، این حرف خوب بود، بد نبود، این برنامه رو دارن عده زیادی میبینن، نکنه این برای من دردسر شه، نکنه این کسی برنجه، نکنه حرف اشتباهی زدم، و اومدن دیدن خلاقیت متوقف میشه و شما حالتی پیدا میکنی که بهش میگن خفگی در زیر فشار، choking under pressure. نویسنده های خوب بعد از یه مدتی دیگه نمیتونن بنویسن چون میترسن چیزی بنویسن که در شأن قبلی نباشه. کارگردان خوب نمیتونه اثر بهتر بده چون میترسه چیزی باشه که در مقایسه با اثر اول خودش خوب نباشه. این همون چیزیه که تله کمال طلبی یا کمالگرایی هم میگن. خیلی‌ها میگن ببین من تا حالا جراح نمونه بودم، تا حالا مریض زیر دست من نمرده، و هرچی میره جلوتر استرابش بیشتر میشه، محافظه کارتر میشه که اون در واقع گذشته پاک خودش رو توش خدشه ایجاد نکنه و یه بنبست میرسن و کلافه میشن. یه چیزی که اگر مخاطبین تو خودشون مرور کنن، نشخوار فکری، خودشون سرزنش کنن، این کارو کردم اشتباه نبود، این دردسر نبود، آخه این به خوبی اون در نیومد، از زندگیم ناراضی ام، تو 20 سالگی اثری که خلق میکردم خیلی خوب بود ولی الان حس میکنم دارم افول میکنم. یه چیزی که اینجا کمکشون میکنه داشتن صفات خرد جامعه ستیزان. سایکوپات ها وقتی یه کاری میکنن چشمشون میبندن، دیگه بهش فکر نمیکنن، میگه ببین اون کار اصلا من بهش فکر نمیکنم، اومدم بیرون تموم شد، همین که از تیررس دیدم خارج شد دیگه بهش فکر نمیکنم. یعنی میتونه به من کمک کنه که لحظه